پایان با همه یار برادران و مخلصان و بعدا از همه شما برسونیم که روز 8 مارس در شهر دوشنبه وحدت در منطقه گنجبود طرفخانه نو با نام کاخ الفت از طرف صاحبکار بیگ مراد جان از منطقه سر خازور ولایت ختلان به کار شروع میکند. مقصد اساسی ما آباد کردن یک گوشه و کنار جمهوری و جای کار تامین کردن یک قسم برادران و خواهران است. روز 8 مارس روز عید مادران ما میتوانیم کاری طرفخانه را آغاز کنیم و از همه شما خواهش میکنیم که مرحمت میتوانید روز 8 مارس از ساعت 8 بگو مهمان ما باشید. سلامت باشید.